همین مدارس برای از ما فراهم کرده. امروز ما آمدیم در مدرسه امتحان دادیم، چون واقعا ما نمیتونیم در خانه بشینیم همیشه، بسیار برای ما مشکل سخته. میتونیم بشینیم بازم مشکل روانی، گوشه‌نشینی، افسردگی، این چیزا برای از ما پیدا میشه. بنابراین آمدیم در مدرسه. قسمت ثبت نام طلاب جدید در بخش دکتر اوناست. در حدود 105 نفر ثبت نام شده بود. 53 نفر از طبقه اوناس است و 52 نفر هم از طبقه ذکور است. پذیرش امسال راجع در بخش خواهرای طبقه اوناس از هر سال که بیشتر بوده.